بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راز شاد زیستن، چگونه شاد زندگی بکنیم. نکته ای رو که امروز میخوام خدمت شما عزیزان یادآوری بکنم این هست که ایمان به قضا و قدر و تقدیر الهی باعث می شود که انسان از حوادث روزگار، سختی های روزگار، مصیبت ها و مشکلاتی که برایش اتفاق می افتند ناراحت و غمگین زیاد نشه و به قضا و قدر الهی راضی و خوشنود باشه، به شرط اینکه این ایمان و باور رو در دل داشته باشد که اون چیزی که اتفاق بیفتد قضا و قدر الهی است. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما نمی رسد مگر اون چیزی که خداوند عزوجل برای ما در لوح محفوظ نوشته است. پس اونجایی که خدای نکرده فرزندمون رو از دست می دهیم، در تجارتمون ضرر می کنیم، مصیبت ناگواری برای ما اتفاق می افتد، باید بدانیم که این تقدیر و قضا و قدر الهی است. البته انسان مکلف به این هست که برای انجام هر کاری تلاش بکنه، کارش رو محکم بکنه، از اسباب مادی و دنیوی استفاده بکنه. مثلا میخواد تجارت بکنه، از همه اسباب و عوامل موفقیت استفاده بکنه. بعد از اون اگر ضرر کرد و نتونست سود بکنه، بدونه که قضا و قدر الهی است. اگر فرزندش رو در یک حادثه ناگوار از دست داد، اموالش رو از دست داد، کارش رو از دست داد، عزیزی از عزیزانش رو از دست داد، باید بگه قدر الله ما شاء فعل، تقدیر الهی است. اگر انسان به تقدیر خداوند عزوجل ایمان و اعتقاد داشته باشه، دیگه به خاطر مسائلی که اتفاق میافتند ناراحت نمی شود، بلکه صبر و پایداری که میکنه باعث اجر و پاداشش میشه. چه زیبا فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجایی که فرمود عجبا لامر المؤمن، من از امر مؤمن در شگفتی و تعجب هستم. ان امره کله له خیر، همه امور مؤمن برایش خیر هستند. اگر دچار مصیبت و گرفتاری بشه، صبر میکنه، جزع فزع نمیکنه، بی صبری نمیکنه، ناسپاسی نمیکنه و خداوند بهش پاداش میده، خداوند بهش اجر میده. و اگر نعمتی هم بهش برسه، در برابر این نعمت شکرگزار پروردگارش میشه، در نتیجه خداوند بهش پاداش میده. و این چیز به جز مؤمن برای کسی دیگر نیست. انسانهای کافر، انسانهای ملحد، انسانهای بیدین چه بسا با اندک مصیبتی سر از بیمارستانهای روانپزشکی در بیارن، یا خودکشی بکنن، یا اون چیزهایی که یا به اعتیاد و مواد مخدر رو بیاورن و مشکلاتی رو که امروز ما در جوامع بیدین و غیر دینی میبینیم. امروزه متاسفانه بسیاری وقتی دچار مصیبت میشن به مواد مخدر، به هروئین، به تریاک، به سیگار، به قلیون و چیزهایی از این قبیل مراجعه میکنن. اما اگر ایمان به قضا و قدر الهی میداشتن، مطمئنن و یاد خدا رو میکردن و میگفتن انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از آن الله هستیم و به سوی او برمیگردیم، قطعاً آرامش بیشتری در زندگی ما حاکم میشد. پس یکی از رازهای شاد زیستن ایمان به قضا و قدر و تقدیر الهی است. اینو در دلهایمون نهادینه بکنیم و بدونیم که اگر تقدیر الهی نباشد هیچ مصیبتی بر ما وارد نمی شود و وقتی که تقدیر باشد هرچه ما پرهیز بکنیم اون مصیبت وارد می شود. پس ایمان به تقدیر لبخند رو در واقع به لبان ما بعد از مصیبت ها و گرفتاری ها باز می گرداند. تا جلسه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.